سلام عشقا، به اولین ویدیو یوتیوب من خیلی خوش اومدید. این کانال قرار ماشینی باشه. قراره بریم امروز روی ماشین یه دونه کیت مکش خوب ببندیم و ازش تست بگیریم، بریم ببینیم ادامه کار چی میشه. عشقا قراره روی ماشین کیت مکش ببندیم، بریم کار رو باز کنیم ببینیم از توش چه خبر. این نمای کل فابریکی ماشینه دیگه. قراره کل اینا رو باز کنیم و از قطعه‌های خودش یه کیت مکش دستساز بسازیم براش. بریم کپی بدیم بالا تا بسازیم. خب اول از همه یه پیچ اینجا داره، بعد بازش کنیم با یه دونه پیچ. این گوشه یه دونه اون پشت داره که اونو قبلا باز کرده بودم، اون نیازی نیست، اون خاریه، بکشی بالا در میاد. یه بس اینجا داره با دو تا بس اینجا. با اینا با آچار 4 سو باز میشه. بریم آچار 4 سو بیاریم تا اینا رو باز کنیم. خب عشقا این اون پشتی است که گفتم قبلا باز کردم. این پیچش افتاده بود، گم شده بود، افتاده بود رو همونجا. اینو برداشتم، این خاریه، بکشی بالا خار میاد. حالا اینو باز کردم بهتون خارش نشون میدم. این پیچا با 4 سو باز میشه. با 4 سو هم باز نشد یه آچار 10 بندازید باز میشه. راحت بچرخونید باز میشه. همینطوری باز میشه. این یکیش، این پیچشه. این پیچا رو گم نکنید، بعدا خواستید فابریک کنید به دردتون میخوره. یکی دیگه هم اینجا داره. اینا رو همه رو باید وا کنید تا ته بازش کنید. بار اول یکم سفته میخواید بازش کنید، یه آچار 10 لازم داره. من از جیغجیغی استفاده کردم، یکم شلش کردم، بعد با 4 سو باز میشه راحت. خب بعد اینکه اینا رو باز کردید میاد سراغ اینجا. یه دونه اینه، یه دونه این. اینا دیگه فکر کنم با همین باز شد. با همین باز میشه. همین اینا رو باز میکنید. برم اینا رو وا کنم، 2 تا اینجا، یکی اونجا، یکی اینجا، با یه بس اینجا. اینا رو وا کنم، یه ویدیو رو وا میکنم. خب دوستان کل اینا رو وا کردیم. اول اصلا میایم اینا از اینجا در میاریم. این که از اینجا در بیاد کلا آزاد میشه دیگه. اینم از اینجا میکشیم در میاد. وقتی این در بیاد همشون با هم در میاد. راحت اینو از اینجا بگیرید آزادش کنید تا بیاد بیرون. این قلیفتی میاد بیرون، پرتش میکنیم بیرون. ما به این لازم داریم، میخوایم با این یه دونه کیت مکش بسازیم. اینو از اینجا شولش میکنیم تا این در بیاد. دست تنها هم نمیتونم قشنگ فیلم بگیرم. اینو من در بیارم ویدیو هم بزنم توش شاید بشه. خب این از اینجا در میاد. این قراره بخوره سر منیفولد ما. این بستش رو صاف کنید. این بسته همه فابریکی بذارید روش باشه اگه این ماشینو دارید. این میاد میره میخوره سر چیز، درش گاز ماشین. سر درش گاز ماشین میخوره. سر درش گاز ماشین خورد. بعد نیاز به یه دونه فیلتر اسپورت دارید. یه دونه فیلتر اسپورت میخواید با یه دونه از این لوله، نمیدونم سایز 6 چون بره سر این، باز فیلتره بیاد روش بسته شه. من اینو رو فیلتر، من اونو رو اون جا بزنم، بعد میام رو فیلتر جا میزنم براتون فیلم میگیرم. دوستان اینو میتونید اینطوری جا بزنید. این لوله 6، اینم اون چیزی که این گوشه ماشین وا کرده. اینو باید با زور تمام اینطوری بفرستید بره داخل. این بستش هم تا ته باید شورت کنید، با زور بفرستید بره داخل تا جایی که جا داشته باشه. خب این دیگه تهشه. اینو اینطوری وقتی جا زدید بستش یکم صفر کنید که دیگه از دورمورش هوا نکشه. البته که هوا نمیکشه دیگه، ولی برای اطمینان سفتش کنید. اینو اینطوری سفت میکنید. بعد اینم با اینم میتونید آشار همشون در میکنه. این صدای قیقیرش در اومد دیگه بس. اینم از فیلتر که فیلتر بعد اینطوری بره تو این قرار بگیره. دست فیلتر هم سفت. اینم باید شروع کنید.
کمره که شل کنید راحت توش فرو میره. این یکم بازور باید بکنید داخلش. بعد نگاه سر این بازه، به خاطر اون بد میره. میتونید الان من میرم سر اینو میبرم که راحت‌تر داخلش بره. الان من سر اینو بریدم که راحت بره دیگه. کارو جمع کنیم بره تموشه بره. اینو فقط گذاشتیم رابط بین این دوتا باشه که این دوتا به هم برسه. وقتی بسته بذاری این دوتا راحت به هم میچسبه. این بسته رو صفر میکنیم. دیگه همتون خودتون دست به آچار دیگه میتونید ببندید. خب این از این سفت صفر شد. اون بسته که گفتم یادتون نره اینو میندازیم سر این بسته یکم بد قلقه اینا، بس فابریکه خوشه. اگه بس فلزی داشتید از اون استفاده کنید. خب اینو میزنیم به این. الان ویدیو رو برعکس برمیگردونم اما برمیگیرم بهتون قشنگ. خب وقتی اون قابه رو بکنید رو موتور میشه این، هیچ اشکالی نداره اصلا. اینو کلا اضافه با همین یه دونه میشه رفعش کرد. خب اینو وقتی بزنیم سر تریش گاز تا تپش رو بره داخل. خب اینم بستش. حالا وقتش بستش رو صفر کنید دیگه. با یه دست، من دست تنها هم نمیتونم هم کار کنم هم فیلم بگیرم، با یه دست صفرش میکنم تموم شه بره. خب میدونم الان دیگه با این میشه صفتش کنم. آره اینم از این صفر شد. رخ ماشینی همجور چیزی میشه، به جایی که این اونقدر گنده روش باشه رخ ماشین میشه. اگه هم تونستید دل بخواهید میتونید اینجا چند تا سوراخ بزنید که این قبلا داشته، چند تا سوراخ بزنید که هوا بهتر بره بیاد، نفس ماشین راست میشه. تموم شد و رفت. بعد این یه صدای اسپورت هم به ماشین میده، صدای قشنگی میشه دیگه. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. عشق منید. خدافظ.